خدا اگر چیزی بگیره 100% عوض و بدلی بالاتر رو میده. شیخ ما میگفت ما تو عربستان سعودی دیدیم یه بنده خدای خانهش تو طرح توسعه حرم واقع شده، خوشحاله. ما گفتیم الان سکته رو میزنه، اینطور هتلی رو میخوان حکومت سعودی میخواد ویران کنه، با خاک یکسان کنه. اما رفتیم اونجا دیدیم شاد شنگول ماشاءالله، انقدر اصلا قهوه پشت قهوه میخوره و ریلکس. بعد بهش گفتیم چرا شادی؟ مگه خونه تو طرح واقع نشد هتل تو؟ بابا سعودیه، اگر اینو خراب کنه برای من کلی امتیاز میده، کلی برای من پول میده و کلی برای من تسهیلات میده. کاش من یه هتل دیگه هم میذاشتم تو ترکیه. تو میدونی سعودی داره خراب میکنه. بعد حضرت میگه اون لحظه من در دلم چیز دیگری آمد. گفتم همونطوری که این به سعودی و حکومتش اعتماد داره که اگر خراب کنه بهترین به من میده، کاش ما هم همینقدر به خدا اعتماد میکردی که اگر خدا خراب کنه و بشکنه بالاترشو میده.